منصوبیت ملی شخصیت‌های بزرگ تاریخی و فرهنگی از جمله ابوعلی ابن سینا بارها مورد بحث قرار گرفته است. نشر اخیر یک گزارش رسانه بین المللی CNN در مورد منصوبیت این نابغگان علم و ادب واکنش‌های زیادی را به میان آورد. مقامات تاجیکستان این دعواها را تحریف و بی‌اساس خوانده بر ضرورت پاسخ قطعی ولی دیپلماتی تاکید می‌کنند. در حقیقت به شبه برنامه‌ای که طریق CNN انتشار شد واقعیت را تحریف می‌نماید. بدون بینابت گرفتن سرچشمه‌های تاریخی نابغگان علم و ادب تاجیک میراث ادبی ملت ما را به ملت دیگر متعلق می‌داند که متاسفانه خیلی بحث برانگیز است. من باور دارم که در این راستا عالمان و دانشمندان شناخته ما با دلایل ردناپذیر به خاصبانی فرهنگ و ادبیات ملی پاسخ‌های شایسته خواهند داد. این واکنشی وزیر فرهنگ پس از نشر گزارش صدا داد که در وبگاه CNN و شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در آن ابوعلی ابن سینا و چند دانشمند دیگر همچون عالم ازبک معرفی شدند. این اندیشه های بی‌زمینه هستند. اظهارات رسمی کشوری همسایه نیست. پاسخ باید با این عمل با رعایت معیارهای دیپلماتی قاطعانه ولی در همین پایه باشد. موضوع منصوبیت ملی چهره‌های علم و ادب بارها مورد بحث قرار گرفته است. اکادمیک اکبر ترسان پیشنهاد می‌کند که این مشکلات باید در سطح رهبران کشورها بررسی شود. من همون وای می‌بیاد و چه شوکت آموزش شرط مونده نکن که بیا زمین استوب که من مکتب میگیریم ما اون مکتب ازبکی بملال هر کجا آشمون در سمرقند و بخارا مکتب تاجیکی بستگی چقدر دوستی میشن نه میخیر که گپ کتیز وای عمل کتی نشان دادن که بیا من باید یک اهنامه امضا کنیم معارف مکتب معارف زبان همینه یک قرار ببیم. اما تاریخدان نیکروس فرزاده میگوید این بحث ها در محیط های علمی کیها حل شدند. در آثار تاریخی آثار علمی و آثار علمی و اکادمی که در سطح بین الملل اعتراف شده است دیگر جای سوال ندارد که این شخصیت های بزرگ مثل شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا و علامه بیرونی و دیگران متعلق به ملت تاجیک هستند. این سوال است که اصلا قابل بحث نیست چون با نیاگان ملت ما مستقیما تعلق داشتن اینها هیچ جای بحث نیست. از خود آثار این بزرگان میتوان پارچه های دریافت کرد که اشارت میکنند به تعلقات ملی خودشان. با وجود این بحث های دوامدار در فضای رسانه‌ای نشان میدهند که برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی چاره‌های مؤثر ضرورند. وزارت فرهنگ تاکید میکند که با استفاده از سندهای تاریخی و دلیل‌های علمی میتوان موقع تاجیکستان را باز هم مستحکم تر کرد. تحلیلگران بر این نظرند که همکاری با رسانه‌های بین المللی و تشویق تحقیقات علمی میتواند به حل این بحث‌ها مساعدت کند.